قراره که در مورد بحران آموزش معماری در ایران و آینده اون صحبت بکنیم که قاعدتاً یک بحران جهانیه. خصوصا در حوزه فرهنگ معمولا زنجیره بحران‌ها به هم پیوستن. من از کتاب حراری وام میگیرم که گفته بود در طولانی مدت هیچ شغلی در امان نیست، به خصوص حتی شغلای شبیه شغلایی که هنرمندان دارن. بنابراین حرفه ما به طور جد در خطر هستش. خب مسئله آموزش معماری مسئله جدیه که نسبت به آینده باید بهش جهتگیری داشت و تفکر انتقادی داشت. من تصمیم گرفتم از چند ترم در دانشگاه درس ندم و به هر حال این تصمیم رو با درد گرفتم، ولی سعی میکنم که اینجا به نکته‌هایی اشاره کنم که چرا این تصمیم رو گرفتم. یکی این که به نظرم میاد که آموزش معماری به یکی از سهل الوصول ترین و راحت ترین دوره‌های طول تاریخ آموزش خودش تبدیل شده، حتی در نسبت با درس‌های دیگه در حقیقت سیستم‌های آموزشی دیگه در ایران. تاثیرگذاری امر اقتصادی بر مدیریت دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو، یا اینکه عدم گزینش درست، کنکورهای بدون هدف، عدم استخدام اساتید مجرب. موضوع سوم و موضوع جدی، عدم تجمیع آرای هیئت علمی و هیئت مدعوی مبنی بر ایجاد یک سیاست‌گذاری واحد در نحوه آموزش، داشتن ایده واحد و مناسب برای و یک پالیسی و سیاست‌گذاری برای دانشکده‌های معماری، نبود تعریف جامع دوره‌های آموزشی ورود حرفه به دانشگاه‌ها و اینکه امر آموزش به یک امر فردی تبدیل شده و در کلاس اساتید و هر کدوم از اساتید به تنهایی تصمیم گیری میشه. فکر میکنم که اگر بخوایم به راهکارهایی فکر بکنیم برای اینکه بتونیم این وضعیت بحرانی رو به یک نقطه بهتری برسونیم، اینه که اول از همه باید نسبت بهش جهتگیری داشته باشیم و اعلام واقعا شورش نسبت به وضعیت آموزشی فعلی بکنیم، اعتراف به نقصان‌ها و ضعف‌ها و ضعف‌های جدی اون بکنیم و اینکه اکتفا نکنیم به اینکه روی چند دانشجو تاثیر بذاریم، بلکه سیستم آموزشی ما باید به طور کلی تاثیرگذار باشه. اعتراف کنیم که تولید تئوری نداریم، در سیستم آموزشیمون نوع مکتوب کردن و آرشیو کردن رو بلد نیستیم، حتی نمیدونیم که مقالاتی که داره داده میشه در طول کلاس ها و سیلابس‌های درسی که از طرف دانشجو داده میشه آیا اینا هیچ کدوم تقلبی هست یا نه، هیچ روشی برای راستی آزمایی اونها نداریم، لکچرهای آموزشی مناسب نداریم، تبادل دانشجو با سیستم‌های آموزشی موفق دنیا نداریم و باید برای این موضوع حتما راه حل پیدا کنیم. اعتراضات جدی خودمون رو به وزارت علوم و دانشکده آزاد اسلامی اعلام بکنیم که روش و سیستم اونها در انتخاب دانشجو، انتخاب اساتید و سیلابس‌های درسی داره ضربه جدی به رشته معماری میزنه و من فکر میکنم که از همه مهمتر خود ما هستیم که احترام گذاشتن و جدی گرفتن حرفه و رشته خودمون و به خصوص آموزش که یکی از پایه‌ای ترین وجوه اون رشته هستش مسئولیتش با ماست و ما باید در مقابل این سهل‌انگاری جدی که در مقابل آموزش معماری وجود داره بایستیم.